حافظ کل قرآنه ها. چند سالشونه؟ چند سالتونه؟ 7 سال و نیم. 7 سال و نیم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چند سال حفظن؟ از کی حفظ رو شروع کردین؟ از وقتی که به دنیا اومدم تا 3 سالگی قرآن را با 3 و 5 حفظ کردم. الان 4 سالمه که من حافظ کل قرآن هستم. خب یعنی وقتی به دنیا اومدی چجوری میشه؟ یعنی از چه سالی؟ 1 ساله بودی؟ 2 ساله بودی؟ 3 ساله بودی؟ از 1 سالگی. از 1 سالگی گوش کرده. بله. چند سالگی؟ من سوالم اینه که 3 سالگی حافظ کل شده؟ 4 سالگی حافظ کل 4 شده یا 3 سالگی؟ سالگی؟ 3 سالگی. 3 سالگی حافظ کل شده. ماشاءالله. ماشاءالله. اینو دیگه ما ندیده بودیم. اینجوری شده. ماشاءالله.